بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما. با سلام. مبحث این دفعه در مورد ادله های قضیه یمانی موعود یا همان سید احمد الحسن علیه السلام که فرستاده از طرف حضرت مهدی هستن رو مرور میکنیم. مسئله آمدن فرستاده امام مهدی علیه السلام سید احمد الحسن علیه السلام از سال 1379 هجری شمسی آغاز شده و ایشان علمای دین را به آنچه که به خاطرش فرستاده شده است و نیز صراط مستقیم دعوت می کند. و اما ادله: 1. راستگویی این شخص. طلاب حوزه علمیه در نجف اشرف به این امر شهادت می دهند که ایشان سید احمد الحسن در حوزه نجف مشهور به صادق الامین بوده و همیشه با حق بوده و هیچ وقت غیر از حق را نگفته است و همچنین عمل صدام لعنت الله علیه را مبنا بر نوشتن قرآن کریم با خون را به صراحت محکوم کرد و فساد حوزه علمیه اهم از فساد مالی و غیره که طلاب به آن واقف هستند ولی آن را انکار می کنند را آشکار کرد. 2. روایات دلالت می کند که امام مهدی علیه السلام شخصی را به عنوان وصی و نائب که پسرشان می باشند را می فرستد که در روایات متعدد این امر ذکر شده است و آن موردی که در روایات به وضوح دیده می شود اشاره به نام ایشان یعنی احمد و نام مسکنشان یعنی بصره و خصوصیات جسمانی ایشان می باشد. 3. دعوت کردن علما به قسم براءت که قسمی سنگین است و هر شخصی به دروغ این قسم را یاد کند قبل از 3 روز هلاک می شود و سبحان الله کسی حاضر به انجام این قسم نشد برای اینکه آنها حق را می دانند ولی آن را انکار می کنند. 4. دعوت سید احمد الحسن علیه السلام از علما برای انجام مباهله. سید احمد الحسن علیه السلام علما را دعوت به مباهله کردند و تأکید نمودند که مباهله باید بر مبنای اسلامی و آن گونه که در قرآن ذکر شده است باشد تا که حقیقت بر همه آشکار شود. در صورتی که حق با سید احمد الحسن علیه السلام باشد از آن پیروی کنند، در غیر این صورت خداوند دروغگویان را هلاک می کند که حتی علما حاضر به انجام مباهله نیز نشدند. 5. از علمایی که رسالت این وصی یعنی سید احمد الحسن علیه السلام را تکذیب کردند خواستند که نامه‌ای بنویسند و آن را به مردم بدهند که متن آن به شرح ذیل می باشد: ما تو را و کسی که پشت تو قرار دارد یعنی شیطان را تهدید می کنیم و اگر این امر از طرف خداوند می باشد بر ما عذابی سخت نازل شود که مجددا علما این کار را نیز انجام ندادند. 6. پس از تکذیب موارد فوق از طرف علما سید احمد الحسن علیه السلام از علمایی که روز و شب امید به دیدار امام مهدی علیه السلام را دارند مثل سید علی سیستانی، سید محمد سعید حکیم، شیخ محمد اسحاق فیاض از عراق، سید علی خامنه ای از ایران و سید محمد حسین فضل الله از لبنان را دعوت کردند که از من معجزه‌ای به مانند معجزه‌های رسول و انبیاء گذشته بخواهید تا برای شما انجام دهم، ولی هیچ کدام از آنها طلب معجزه نکردند زیرا آنها می‌دانستند این شخص حق است و می‌ترسیدند با انجام این معجزه توسط سید احمد الحسن حقیقت آشکار شود. 7. استخاره به قرآن. استخاره به قرآن از امداد غیب می باشد که خداوند متعال هر بنده ای را که بخواهد با آن تایید می کند و ماوراء قدرت بشر می باشد و شما ای بنده مسلمان به قرآن پناه ببرید و از خداوند نصیحت بخواهید چون که قرآن ناصح امین می باشد و عجیب است که انسان از خداوند خواستار نصیحت باشد و سپس به خداوند تهمت بزند. سبحان الله. 8. دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام در خواب که در مورد رؤیا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که رؤیا جزئی از 70 جزء نبوت می باشد و هر کس که ما را در خواب ببیند همانند این است که ما را در بیداری دیده باشد چون که شیطان نمی تواند به صورت ما جلوه کند. 9. سید احمد الحسن علیه السلام از سید علی سیستانی به شکل خاص دعوت به مناظره علمی کردند و اجازه دادند که سید علی سیستانی با هر شخصی و با هر ادله و کتب و هر گونه سوالات به صورت نامحدود میتواند با ایشان وارد مناظره شوند و در مقابل سید احمد الحسن علیه السلام فقط با تکیه بر قرآن کریم پاسخگوی آنها باشد، اما باز هم نپذیرفتند. 10. نپذیرفتن دعوت این شخص از طرف علما
و عدم ارسال هیچ گونه پاسخ از جانب آنها این مطلب را تصدیق می کند که این شخص سید احمد الحسن علیه السلام حق است و راستگو می باشد. در روایات متعددی ذکر شده است که هر کس این امر را ادعا کند از او درباره علوم عظیم یعنی رموز قرآن سوال کنید و آگاه باشید کسی چنین ادعایی نمی کند مگر اینکه در مقام و منزلت آن باشد. و قرآن کریم در این مورد در سوره هود آیه 14 می‌فرمایند پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکه معبودی جز او نیست. پس آیا شما گردن می نهید؟ 11. سید احمد الحسن علیه السلام معلومات و معارفی را ارائه نموده اند که چنین امری فقط در صورت رابطه با امام مهدی علیه السلام حاصل می شود، از قبیل متشابهات که به صورت مدون نوشته شده است و تاکنون 4 جلد آن منتشر شده است. در روایات از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است کسی که علم متشابهات را به محکم آن رجوع می دهد شخص امام مهدی علیه السلام می باشد و نیز روایات دلالت دارد بر اختصاص معصومین در امر متشابهات. 12. هر کسی که بخواهد امری را دروغ جلوه دهد باید قبل از اینکه از خود حکمی صادر کند با صاحب امر به گفتگو بپردازد و چه بسا امری به این خطیر که تکذیب امری بدون گفتگو با صاحب آن باطل می باشد. چه بسا که علما تاکنون در این مورد با سید احمد الحسن علیه السلام و یا حتی انصار ایشان گفتگو نکردند. پس جای سوال می باشد که چرا باید نسبت به چنین مسائلی از ارتباط مستقیم با امام مهدی علیه السلام دارد بی توجه باشیم. انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.